ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 48-умро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар بستن و اونس گرفتن عینی یکی از دوستان و شریک درسانش حامد خواجه مهری بود. حامد خواجه مهری در گذری لب حوض ارباب در نزدیکی آن مدرسه‌چه در بالاخانه حولی اولادیش استقامت می کرد. بنابراین او بیشتر شب نشینی هایش را در دایره باشندگانی همین مدرسه گذری خود می گذراند. پس از آن که عینی به دایره باشندگان و کلکتیو آن مدرسه جلب می گردد، استاد و همسبقش محمد صدیق مخدوم حیرت را نیز به آن شب نشینی ها و بزم و جمع آمد ها جلب می نماید و با همین آن سه همسبق محمد صدیق حیرت، صدرالدین عینی و حامد خواجه مهری یک جایه شبهای شعر و ادب، بحث و مناظره، حج و مطایبه، سرود و ششمخام خوانی و امثال آنها را با باشندگان آن مدرسه چه می گذراند. این لحظه را خود عینی این طور گوشرسی آیندگان گردانده است. من هم در این جمع آمدگاه به واسطه حامد خواجه مهری علاقه بستم و بیشترین شبهای تعطیل را اینجا می گذرانیدم و من محمد صدیق حیرت را با این جایها شناس کرده علاقه بنداندم که او هم با وجود دوری منزلش هفته 1 یا 2 شب اینجا آمده می رفت. عینی کلیات جلد 7 صحیفه 319.
از اینجا تخمینی به وجود نآمدن نمی تواند که اگر هنگامی در آن شب نشینی ها و جمع آمدها که در شبهای تعطیل برگزار می گردیدند، محمد صدیق مخدوم حیرت با وجود دوری منزلش هفته 1 یا 2 شب به اینجا آمده می رفت، خود عینی تقریباً هر شب تعطیلی هر هفته نش را در حلقه آن شب نشینندگان و جمع آمدگان قاری عبدالوهاب، قاری عثمان، میرزا ابراهیم صبحی، قاری شریف، اشرف جان صندوقساز و دوستان آنها حامد خواجه مهری، حاجی عبدالسلام، غلام جان، قاری کمال و بعضی دیگران می‌گذرانیده است. در آن محفل و مجلس ها و شب نشینی و جمع آمدها صحبت و گفت و گزارها آید به مسئله های ادبیات و صنعت، هنر و مدنیت، واقعه های اجتماعی زمان و بسیار دیگر معماهای حیات می رفتند. در قطار صحبتها و گفت و گزارهای چی عادی و چی اجتماعی و جمعیتی، بیت برک جای اساسی را اشغال می کرد و با گفت عینی در آن شب نشینی ها جایی به ادبیات علاقه داشتش بیت برک بود. عینی کلیات جلد 7 صحیفه 319. اهل آن مجلس و محفل و شب نشینی ها هر دفعه از این نوع مسابقه ادبی از بیت برک فراوان استفاده می برد. اما با تکلیف قاری عثمان، اشتراک کنندگان آنها به شکل و اسلوب بیت برک تغییرات هم در آورده بودند. صحبت ها و گفت و گزارهای اینجا عادی بوده، جایی به ادبیات علاقه داشتش بیت برک بود. اما به بیت برک اینجا با تکلیف قاری عثمان یک نوع نویگری داده شده بود که طرف به طرف دیگر با بیت جواب دهد، به وی یک ضرب المثل یا مقال خلقی را هم علاوه کردنش لازم بود. همانجا جلد 7 صحیفه 319. عینی سبب این تکلیف قاری عثمان را در آن میدید و میدانست که خود قاری عثمان به ضرب المثل و مقال خلقی بسیار هوس داشت. همانجا جلد 7 صحیفه 319. در این وضعیت در هنگام بیت برک مسابقه اشتراک کنندگان شب نشینی به 2 گروه تقسیم می شدند. چنانکه خود عینی گواهی می دهد، اهل مجلس و یا شب نشینی برای موافقت و موازینت طرفهای مقابل قاری عثمان و او را هیچگاه در یک طرف و در قطار یک گروه نمی گذاشتند. خود عینی سبب این را به طور ذیل شرح داده بود. در آن وقتها من ضرب المثل و مقال را آنقدر بسیار ندانم هم بعد از قاری عثمان از دیگران بیشتر می دانستم. بنابراین با گذشتن هر کدام ما به یک طرف دیگر برابری طرفین نزدیک می شد. همانجا جلد 7 صحیفه 320. این تأکید برای عینی شناسان و فلکلور شناسان نه از آن جهت پر قیمت است که این نویسنده بزرگ تاجیک در دانش موادهای ادبیات دهنکی خلق از جمله در دانش ضرب المثل و مقالهای خلقی در آن سالها در بین شریک درسانش در کدام پایه و درجه می ایستاده است. گرچند ماهیت مقداری این دلیل را کم و پست حسابیدن ممکن نیست و یا او خودش را تعریف می کند، بلکه عینی شناسان و فلکلور شناسان را وادار می سازد فهمند که عینی از سنی بچگی در برابری در خاطر نگاه داشتن بسیار افسانه، شوگ، لطیفه، روایت و نقلهای توت پاشا، پدرش سید مراد خواجه و دیگران
این چنین دائما چی در دوره تحصیلش در مدرسه و چی از آن پیشتر به دانستن ضرب المثل و مقالهای خلقی دقت می داده است. بی سبب نیست که او بعدها از یک جانب بسیار ضرب المثل و مقالها را در اثرهای سیرشماری نثری بدیعی، در اثرهای پوبلیسیستی و منظومش در جای و موقعی معین با مهارتی کلام به طوری فراوان استفاده برده داخل کرده و کار فرموده است. از جانب دیگر اختراع نوی قاری عثمان یعنی بیت برک قاری عثمانی برای بایگردیدن و بایگردانیدن زبان و ذخیره لغوی و معنویات، ذوق ادبی و استتیکی همه آن جمع آمدگان، شبنشینان از جمله خود عینی مددگاری بزرگ نیز گردید. از همین سبب هم عینی بعدها در یادداشت‌ها ماهیت و فایده بسیار کلان داشتنی این نوع بیت برک را بهر بایگردیدن ذخیره لغوی زبان خودش مخصوص قید نموده است. این چنین او تأکید می کند که در نتیجه جاری گردیدن این نوع بیت برک چی زبان خودش و چی زبان دیگر اشتراک کنندگان آن مجلس و محفل ها باز هم بایتر و غنیتر و پرتر گردیده بود. قاری عثمان این تکلیف را فقط برای قناعتمند کردن هوس خود به میان آورده باشد هم این بازی برای باعث شدن ذخیره زبانی من فایده بسیار کلان داد. زبان دیگر اشتراک کنندگان آن مجلس هم بی آنکه خودشان با شعورانه مقصد کرده گرفته باشند روز تا روز بایتر و پرتر می شد، زیرا هر کدام آنها در هر بازی اینجا ضرب المثل و مقالهای نو یاد می گرفتند. برای به همین بازی خرج کردن خودهاشان هم هر روز از موسفیدان و کمپیران پرسیده چیزهای نو به نوی آب نرسیده یافته می آوردند و این چیزهای نو هم به ذخیره زبانی عمومی اشتراک کنندگان آن بازی ضم می شد. عینی کلیات جلد 7 صفحه 320. از قیمت و ماهیت آن مجلس و جمع آمدها و بیت برک قاری عثمانی باز یک خلاصه دیگر برآوردن ممکن بود. در آن جمع آمدگاه و محفل با مسئله غنی گردیدن و درست تلفظ کردن کلمه و عباره و لغت و اصطلاح‌های زبان جمع آمدگان بیت برک بازان دقت جدی داده می شد. فکری فوق را در مثال یکی از نوعهای دیگری این مسابقه بین همدیگری جمع آمدگان که در آن شبنشینی ها با نام حبازی مشهور بود اثبات کردن ممکن است. در هنگام حبازی می بایست هر یکی از شبنشینان چی لب حفظ اربابیان و چی شریک درسان و همسبقان عینی در استفاده سه مراجعت و خطابه ها، آری و بله بسیار احتیاطکاری ظاهر می نمود، چون که از روی قاعده در حبازی هر کس در وقت صحبت و گفت و گذار در مورد تصدیق یا قبول سخن هم صحبتش به جای ها باید آری یا بله می گفت. عینی کلیات جلد 7 صفحه 320. برعکس این اگر یکی از اشتراک کنندگان ها گوید این کس بایدادگی حساب می یافت. دیگران چپک زده اویت گویان او را مسخره می داشتند. چنان که صدرالدین عینی تصدیق می کند در این بازی دیگر هم مجلسان و بازینگران بسیار بای می دادند.
قاری عثمان هیچ بای نمیداد. میرزا ابراهیم صبحی کم بای میداد. خود عینی اولها کم بای میداد و رفته رفته هیچ بای نمیدادگی می شود. تدریجاً بازی به صدرالدین عینی چنان معقول می شود که او آن را در محفل و شب نشینی و مجلس های شریک درسان اوله اش در حجره عبدالخلیل مخدوم نیز جاری می نماید. غیر از قاری نورالله، دیگر حجره نشینان حجره عبدالخلیل مخدوم، میرزا عبدالواحد منظم، میرقادر مخدوم و دیگران در بازی که صدرالدین عینی آن را در بینشان انتشار کرده بود فعالانه اشتراک می نمودند. خود او در این خصوص چنین نوشته بود: من این بازی را در مجلس های حجره عبدالخلیل مخدوم هم جاری کردم. در آنجا به این بازی میرزا عبدالواحد هم اشتراک می کرد، اما تا تمام شدن بازی هیچ گپ نمی زد. به سخنان کسی جواب نمی داد تا که بای داده شرمنده نشود. قاری نورالله باشد در بازی اشتراک نمی کرد. من در این گونه بازی های احمقانه همراهی نمی کنم می گفت. رفته رفته این بازی در شهر شهرت یافت. جوانان در بین خود 2 کسه، 3 کسه و 4 کسه گرو می بستند که مدتی دور و دراز و بی مهلت در هر ملاقات بجای ها آری یا بلی گویند. عینی کلیات جلد 7 صحیفه های 320-321. از جمله عینی بستن گروی خود را با 3 نفر دوستش که مدتی دور و دراز نباید گویند به خاطر آورده قید می کند که در مدت این 3 سال در آن مسابقه با آنها گرو را بای نداده بوده است. عینی بازی را برای خود یکی از واسطه های ضروری و مهم و در کاری نزدیک ساختن زبان گفتگویی تاجیکی با زبان ادبی نیز می حسابد و از همین سبب به چنین بازی و شرط و گروهای آن ذوقمند و هوسمند بودن خود را خوشنودانه تصدیق و تأکید می کند. یکی از مشغولیت دیگری قاری عبدالوهاب، قاری عثمان، میرزا ابراهیم صبحی، قاری شریف، اشرف جان صندوقسازی، باشندگان مدرسه لب حوض ارباب در یک جایگی با عینی به مثل محفل و شبنشینی های حجره عبدالخلیل مخدوم، غزلخانی و سرودگویی، مشاقی و ششمخام خانی بوده است. محمد صدیق مخدوم حیرت که در آن بزم و ششمخام خانی و جمع آمدهای لب حوض اربابیان اشتراک داشت، در ساز کن ساقی بیا آن پیشه معروف را نام هجویش در قطار عینی نامهای حافظ نامدار قاری نجم و یکی از موسیقی نوازان و مطربان مشهور طاهرجان دوتاری را که همنشینی دائمیشان بودند با صمیمیت به زبان می گیرد. چنان که از خاطره های عینی معلوم است، در سالهای تحصیل 1895 1898 حافظ و مطرب نامدار قاری نجم و دوتاری مشهور طاهرجان دوتاری در اکثر شبنشینی ها، مجلس ها و محفل های شریک درسان و دوستان هم مسلک با عینی و محمد صدیق مخدوم حیرت یک جایه بودند. بنابر همین محمد صدیق مخدوم حیرت در شعر فوق در یکی از بزمها فلک پیچ بودن آواز قاری نجم
و در آن لحظه در آن مجلس نبودنی طاهرجان دوتاری را به خاطر آورده نوشته بود: ناله قاری فلک پیچ است، طاهرجان کجا؟ تا دهد آرایش این بزمی به غم مألوف را. مألوف آمیخته، مخلوط. حیرت، مجموعه اشعار، صحیفه 208. در برابر قاری نجم و طاهرجان دوتاری، آن شب نشینی ها و بزم ها را باز قاری کمال، ملا حامد صوتی، رحمت خواجه، حاجی عبدالرحمن و دیگر حافظان و شش مقام خوانان و مشاقان نامداری بخارا زیب و زینت می دادند و آنها گرم کننده شادی و خرسندی چی آن شریک درسان و چی دوستانی آن شب نشینان بودند که عینی در این باره چنین نوشته بود: یکی از شبگذرانی های این جمع آمد غزلخوانی و سرودگویی بود. گاه گاه هم باشد این وظیفه را چنان که در بالا قید کرده شد قاری کمال، قاری نجم و ملا حامد صوتی ادا می کردند. بعدها رحمت خواجه که در تنبور نوازی یگانه همان زمان بود و حاجی عبدالرحمن که شاگردی او بود نیز اشتراک کننده شدند. عینی کلیات جلد 7 صحیفه 321. در این سالها ذوق و شوق عینی به صوت و سرود غزلخوانان و سرودگویان و حافظان و شش مقام خوانان باز هم بیشتر می افزاید و او در همه بزم و جمع آمدهای غزلخوانی و سرودگویی اجرای ترانه و مقامهای حافظان و مشاقان نام برده اشتراک نموده آنها را با مراق و هوس کلان گوش می کند. بعدها عینی در بزم نام غزلش این مشاقان و باز چندی از دیگر حافظان و مطربان نامداری زمان را با نیکی و مهر زیاد به خاطر می آورد. به کنج عزلتی ما این زمان که یار رسید، کی می برد سوی یاران ما ز عیش نوید؟ ز صوتی دلکشی قاری کمال و قاری نجم، ز نغمه بلبلی بیچاره انفعال کشید. عینی یادگاری 1935 صحیفه 47. شرکت عینی و بعضی دیگر دوستان و همسبقانش، مخصوصاً آن 5 نفر باشنده مدرسه لبی حوض ارباب، در بعضی حالتها محفل و جمع آمد مخالفان و ناراضیان و مجلس اعتراضمندان را نیز به خاطر می آورد. آنها در آن محفل ها، شب نشینی ها و جمع آمدهای خود غیر از آن 2 نوع بیت برک معمولی و بیت برک قاری عثمانی، بازی، شش مقام و سرود و موسیقی شنوی باز حجو و مضحکه، تنقید و استهزا و مذمت بعضی بی‌عدالتی های اجتماعی جمعیت بخارای امیری را از خاطر نمی برآوردند. از همین سبب کلانان و ملایان، سروران و ثروتمندان گذری لبی حوض ارباب حجره های باشندگان آن مدرسه را غیبت خانه می نامیدند و رفت و آمدی فرزندانشان را به این غیبت خانه منع می کردند و راه نمی دادند که آنها به آن مدرسه درآمد و برآمد کنند. در اصل باشد کلان شوندگان آن گذر فرزندان خود را در تاریکی و جهالت نگاه می داشتند
و حتی با قول عینی خود با دست خود نور دیده هایشان یعنی فرزندانشان را به باطلاق و لایدان قیماربازی، قرطبازی و کوکنارکشی و حتی بداخلاقی حواله می کردند و تیله می دادند. حالان که در این حجره ها، در این غیبت خانه های مدرسه لبی حوض ارباب، شرکت کنندگان و جمع آمدگان پیش از همه درباره بی‌عدالتی های اجتماعی شکایت های راست و درست حیاتی، واقعی و اجتماعی می کردند. نارضایی و اعتراض هایشان را از کار و کردارها و بی‌عدالتی های بایها، ایشان و ملاها، میرشبها، قاضیها، رئیسها، امیر و اهل دربار او و عموماً حاکمان تومنها، حاکمان شهر و دیهات و غیره بیان می کردند. در چنین محفل و جمع آمدهای این غیبت خانه ها از جانب اشتراک کنندگان آنها شعرهای گوناگونی هجوی هم ایجاد کرده و خوانده می شدند. در آن مجلس و جمع آمدها چی غیبت، مذمت و تنقیدهای شفاهی حیات، اخلاق و مناسبتهای جامعه و اهل دربار و آدمان امیری و چی حجو و استهزای عمل و کرداری ناشایمی بعضی ها از آنها، از جمله عبدالرحیم بیک میرشب که با لقب میرشب غولدینگ مشهور بود و پسری او دوران بیک و مانند آنها با توسط شعرهای شاعران جداگانه و یا یک چند شاعر پس از دیدن و پس از شنیدن آنها به گوش می رسید. چون این غیبت نامه و حجاب و هجویه های شعری بیشتر به قلم میرزا عبدالواحد منظم، صدرالدین عینی، محمد صدیق مخدوم حیرت، حامد خواجه مهری، میرزا ابراهیم صبحی و بعضی دیگران تعلق داشتند. عینی که نیز یکی از شاهدان و ایجادکاران فعال این قبیل غیبتنامه و شعرهای هجوی بود، قسمی از آنها را یعنی یک چند رباعی و خطعه هجوی تیز و تند را یک جایه با آن دوستانش آفریده بود. بعدها آن هجویه ها از دایره غیبتخانه بیرون برآمده و بیرون رفته در میانه غیبت دوستان شهر بخارا پهن می شدند. مثلا در همان محفل و جمع آمدها عینی، میرزا عبدالواحد منظم، حامد خواجه مهری، میرزا ابراهیم صبحی با تصحیح محمد صدیق مخدوم حیرت دایر به کرداری نمایندگان جداگانه حکومت امیری از جمله عبدالرحیم بیک میرشب بخارا و پسری او دوران بیک بداهتاً رباعی و قطعه های هجوی نوشته بودند که متاسفانه نه همه آنها تا زمان